حرف دی. دی معمولاً صدای دال می دهد مانند مد، doctor، admit، dog. اگر بعد از دی ترکیب جی ای بیاید دی تلفظ نمی شود، مثل judge، knowledge، bridge، age، pledge، lodge. اگر ایدی بعد از حروف بی صدا بیاید معمولاً صدای ت می دهد مانند stop it، wash it، brush it، work it، watch it، stuff it. اگر ایدی بعد از تی بیاید دی صدای خودش یعنی دال را می دهد، مثل acted، celebrated، hated. دی یا ای گاهی در ترکیب دی صدای جیم می دهد مانند soldier.